سلام. امروز میخوام پایه ذرتی رو بهتون آموزش بدم. یک دور نخ رو دور قلاب بپیچید، نخ رو از پایه در بیارید، از دوتاش فقط رد میکنید. 2 تا نخ روی قلاب الان دارید. یک بار دیگه نخ رو دور قلاب بپیچید، از همون پایه دقت کنید، از همین پایه وارد کنید و نخ رو بیارید بیرون. این دفعه از 2 تای اول ردش میکنیم. الان 3 تا نخ روی قلاب داریم. یک بار دیگه نخ رو دور قلابتون بپیچید، از همون پایه وارد کنید، از 2 تاش نخ رو بیارید بیرون. این دفعه 4 تا نخ رو قلاب داریم. یک بار دیگه بیارید بیرون و نخ رو از 2 تای اولی رد کنید. این دفعه 5 تا نخ رو قلاب داریم. بستگی داره که شما بخواید چقدر پای ذرتیتون بزرگ باشه، ولی معمولا تا همینقدر انجامش میدن. یه دور نخ رو میگیرید و از همه نخ‌های روی قلاب رد میکنید، میارید بیرون. این میشه پایه ذرتی. معمولا توی بافت دست و پای عروسک‌های مخملی کوچولو از این استفاده میشه. مرسی که با من بودین. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. ممنونم.